سر از همند برگردون طرف میل شاطور. گشست رفت زیر دایره سپر. سه ضربه باید بیاد این رو. سهراب دور اول زد، دور دوم زد، دور سوم اینطوری کرد. ببینید خم شد و دسته عمود گرفت، عمود اینطوری باید بکنه. لنگرشه که خوب برد بالا، اینطوری بنداز رو سپر حریف رو بره. به این طریق این گرز به کار میره. سهراب دور اول، دور دوم، دور سوم رسید، دسته گرز گرفت. سمند سهراب بره یه وری میشه. گشستم زیر دایره سپر، اما دل ایرانی ها داره میزنه. اگه دست این خم بشه وای. رسیدن سهراب به گشست گفت دختر الوات بگیر. 17 قبه سپر آتش زبانه کشید. اسب گشست بنا کرد بازی کردن. گشست دید دماوند کومد رو سپرش، اما این دستار نذاش خم بشه. سهراب اینطوری کرد، دید حریف ضربه اول رد کرد. دوست و دشمن میگن آفرین. سهراب یه دور زد ضربه دوم. بگیر دختر الوا. اسب گشست، گشست لطش آب شده، خیس عرق کرده. ضربه دوم سهراب دید حریف ضربه دوم هم رد کرد، یکی دیگه باید بزن. سهراب رسید ضربه سوم از قهر و غضب. این اسب زبون بسته میخواد شکمش بیاد رو خاک.